یه مرد داشت کفشای برفیش رو تمیز میکرد. بعد حس کرد یه دندونش بوسیده. یهو تیغه تیز کفش رو گذاشت نزدیک اون دندون و یه سنگ بزرگ برداشت و محکم کوبید. از درد جیغ زد و بیهوش شد. وقتی به هوش اومد، میله به زنده موندن وادارش کرد دوباره بلند شه. شروع کرد به زیر و رو کردن همه آشغال‌ها به امید اینکه چیز مفیدی پیدا کنه. جعبه اول چیز خاصی نداشت. دومی یه توپ والیبال از آب در اومد. تو سومی یه جفت دیگه کفش برفی پیدا کرد. فوراً ازشون یه جور سلاح ساخت. بعد یه دامن بلند پیدا کرد. ته دامن رو پاره کرد و ازش تور ماهیگیری درست کرد. خوش شانس بود. یه ماهی کوچیک تو تورش افتاد. ولی وقتی خواست بخورتش، بوی گندش باعث شد نتونه قورتش بده. بعدش خواست آتیش روشن کنه، ولی اشتباهی دستشو برید. از عصبانیت و ناامیدی وسایل رو پرت کرد. یکم که آروم شد، چشمش افتاد به اون توپ والیبال که یه لکه قرمز روش بود. یه صورت روش کشید و اسمشو گذاشت ویلسون. حالا با ویلسون مینشست حرف میزد و دوباره تلاش کرد آتیش درست کنه. انگار تنهایی دیوونش کرده بود و ویلسون شده بود تنها دوستش. بالاخره تلاش‌هاش جواب داد. دود از چوب بلند شد، فوت کرد و جرقه آتیش گرفت. اون شب کنار ساحل آتیش روشن کرد و خرچنگ داغ خورد. حالا هم آتیش داشت، هم یه دوست. حتی نمیتونست حرف بزنه، ولی زمان باهاش گذشت. حالا اونقدر ماهر شده بود که با یه چوب ماهی‌های بزرگ میگرفت. یه روز یه ورق آهن سنگین از دریا اومد سمتش. تا دیدش یه نقشه اومد تو ذهنش. شروع کرد به بریدن درخت‌ها. چوب جمع کرد. از پوست درخت طناب درست کرد. حتی با نوار ویدیو هم طناب ساخت، ولی بازم طناب کم بود. نگاه کرد به ویلسون. انگار داشت ازش مشورت میگرفت. آخرش رفت بالای کوه. طناب قدیمی که یه روز واسه خودکشی نگه داشته بود رو آورد پایین. قبل از رفتن ویلسون رو قشنگ تزیین کرد. رو دیوار سنگی نوشت خداحافظ. ویلسون رو به دم قایق بست و تنها بسته‌ای که تو همه این سالها بازش نکرده بود رو هم با خودش برداشت. حالا به سمت دریا حرکت کرد.